نعمت الله عویزов سرطبیب بیمارخانه بیماری صورتی شهر پنجکین. این بیماری نهایت خطرناک بوده. در صورت گرفتار شدن به این بیماری بسیار آرزه های بد دارد و نشانه های این بیماری آن است که غواصها در گوش، نفهمیدن بوی مزه طعام و بلند شدن حرارت بلند. در حالت پیدا شدن این علامت های بیماری حتما از شما خواهش می‌نمایم که به دکتری عائلوی زنگ زنید و مصلحت گرفته به خود طبابت دست نزنید. امروز چیزی که در بالا خط کردیم یکی از سبب‌های پهشوی این بیماری در بین اهالی این استفاده نکردن از نقاب‌های محافظتی، استفاده رعایت نکردن گیگین شخصی، خصوصا شستن دست‌ها، گذراندن بعضی معرکه‌هایی که مردم در آنجا اشتراک میکنن و رعایت نکردن مسافه اجتماعی. این چیزها را در مغازه‌ها دیدن ممکن، در بعضی آشخانه‌ها دیدن ممکن، خصوصا در بازارها وقتی که در میزنیم هم شما تعبیر در میزنم بسیاری آدم‌ها از نقاب‌ها استفاده نمیکنن. ممکن در بین خصوصا در بین جوان‌ها بیگاه‌ها در شهر میگردید، جوان‌ها به نقاب و میگردن. این در بین جوان‌ها به نمود سبک میگذرد، اما آنها سببگار پخش شدن این بیماری در بین کلانسالا شده میتونن و این بیماری با کلانسالا که چسبید، خصوصا به شخصانی که گرفتاری بیماری دیابت، خصوصا به شخصانی که گرفتاری فربهی یا که گرفتاری فشار بلندی بسیار وضع میگذرد. در دوام یک سال کاری دیدیم که اساسا همین نمود شخصان بسیار بیمار شده و در بین آنها فقط به چشم میرسد. باز یک بار دیگه خواهش می‌نمایم که با این بیماری باید یک همین گفته‌ای که در بالا کردیم رعایت گیگین شخصی حتما اجرا کرده شدنش در کار است. چیزی که رسانه‌های خبری می‌بینیم در بین دولت‌های اروپا افزایش دیومی این بیماری به چشم میرسد و ما باید همه خیلی کار کنیم که در بین اهالی خود ما این بیماری نگاه داریم.